دوستان و همکاران عزیز دنیای ماهواره، آموزش گردون امروز میخوام واسهتون بگیرم. این قسمت قراره که ما آموزش یوزارس رو بهتون بگیم یا همون قرار گرفتن دیش داخل مدار. توجه داشته باشیم به اتصالاتی که قرار وصل بشه. شما ابتدا دیش رو به این صورت برمیگردونین. اول این خشاب پشت رو که 4 تا دونه پیچه رو میبندین، بعد بست پایه دیشه، بست موتوره و بست جک. یه دونه هم که میله هستش که بهش LMB وصله. به این صورت کاملا اینو بستین میذارین کنار. اصلی ترین کاری که ما تو این قسمت میخوایم بهتون بگیم این پایه تراز هستش که نمونهش هست رو اینجا. این پایه تراز یکی از مهمترین رکن اساسی داره توی قرار گرفتن داخل مدار که باید خیلی دقیق تراز بشه، که من حتی نمونه تراز کردنشم بهتون یاد میدم، چون اگه 1 میل حتی 1 میل هم از تراز این تراز نباشه داخل مدار قرار نمیگیره و مجبور میشین که همون ذخیره موقعیت رو داشته باشین که تو ویدیوی قبل بهتون یاد دادم. خب با ما همراه باشین. خب دوستان عزیز توجه داشته باشم. الان ما یه نمونه نصب شده یه گردون رو داریم مشاهده میکنیم که قبلا نصب شده. برای تراز کردن این میله شما احتیاجی به یه همچین ترازی دارین که از نظر بالا و پایینی و چپ و راست بتونین دقیق اینو بگیرید. شما زمانی که میخواین میله رو بزنید اول این پایه رو شما میزنین، یه پایه هم به این صورت دریل بکنین کافی. اینو که زدین این میله تراز رو وصل میکنین، بعد یکی از این میله ها رو بهش میزنین و اینم وصل میکنین. میله دوم رو دست نگه میدارین تا بهترین تراز اینو که به این صورت شما باید هم از این قسمت هم از این قسمت باید شما ترازش بکنید. زمانی که اینجا وسط قرار گرفت یعنی که این الان ترازه و اون میله دوم رو شما وصل میکنید. خیلی این قسمت مهمه، یعنی اگه این تراز نباشه شما هیچ وقت نمیتونین روی مدار دیشتون رو تنظیم کنید. دوستان همونجوری که توجه میکنم ما ابتدا این پایه اولمون رو داریم وصل میکنیم. حتما توجه کنید این پایه رو که بالا رو سوراخ کردیم برای سوراخ پایین حتما اینم تراز میکنین که این کج به این صورت یا به این صورت نباشه، در حالی که این قشنگ صاف باشه. اینو که تراز کردم باز مجدد بهتون نشون بدم. خب ما این بست پیچ دوممون هم بستیم. توجه داشته باشین به این مسئله که ما پیچ دوممون هم بستیم. فقط تراز بودنش شما رو اینجا روی این نشانگر تراز میتونیم ببینیم. به این صورت باید وصل میشه. و نکته دوم که فقط از این پیچ رود پلاک های آهنی شما استفاده بکنید که نمونهش اینه. از اینا یعنی اصلا غیر استاندارده، چون هر زمان شما دریل هم بکنید احتمال شل شدن و یا جابجایی پیچ و مهره وجود داره، پیچ رود پلاک. خب عزیزان من توجه داشته باشین. ما این بستو که وصل کردیم، بعد این میله تراز رو بهش متصل کردیم، این پیچ رو از اینجا زدیم و با این مهره سفتش کردیم. بعد فقط به اینجا توجه کنین زمانی که یکی از این دستک‌ها رو میخواین شما وصل بکنین ابتدا این پیچ رو کامل میبندین برای اینکه جای اون رو مشخص کنید و این بازی نکنه. ما اینو روی اینجا پیچش کردیم. توجه به تراز داشته باشید که دقیقا این خط وسط باشه که از این طرف شما میگیرید. از این جهت هم که بخواین شما ترازش بکنید میبینید که یک مقدار این به سمت چپ هستش که من الان این تراز رو یه ذره بکشم این و توجه کنید این یه ذره که بیاد این باز میکنه. اینم این وقت آمدنش با دسته که این قسمت هست ما باید بکشیمش. اگه اینجا به فرض باید باشه یه ذره میکشیم و که حالت کششی پیدا کنه و بعد دقیقا روی مدار بیفته. خب دوستان عزیز ما این پایه جکمون رو
آماده کردیم، قشنگ تراز آفستمون هم که از قبل آماده کرده بودیم موتورش سوار کردیم. فقط چند تا نکته، این پیچ درجه حرکت آفست شما روی 0 اینو باید بزنید قبل از اینکه بخواید سوار بکنید روی تراز. یکی هم که درجه لاتیتیوده که این رو وقتی روی تراز سوار شد من خدمتتون میگم که مختصات هر شهری به چه صورته. خب این الان آماده است، ما اینو نصب می‌کنیم و توضیحات بعدی رو خدمتتون میگم. خب دوستان عزیز توجه کنید، الان کار ما تموم شد. ما آفستمون رو نصب کردیم، گردونمون رو، فقط نکته آخری که میمونه مختصاتیه که ما الان روی لاتیتیود 35 و تقریبا 3 درجه گذاشتیم که مال کرجه و این هم که حالا بستگی به جهت اولیش داره که شما میگیرین که باید اینو تنظیم بکنین که مثلا اگه یاست رو میخواین قرار بدین اولویت برای جهت‌های دیگه‌تون پیدا میکنین، اینو میچرخونید و بهترین فرکانسی بهترین سیگنالی که میتونید دریافت کنید همونجا اینو صفر میکنید. یه نکته قابل توجه تو قرار گرفتن در مدار اینه که شما زمانی که مثلا یاست رو میگیرید تو بهترین موقعیت این پیچ رو شل میکنی 2 درجه به سمت راست میچرخونی، ببخشید 2 میلیمتر نه 2 درجه 2 میلیمتر خیلی کم میچرخونی تا این داخل مدار. شما فرکانس رو به ریسیورتون میدین و دیگه هر جا که بزنین درجه دریافت میکنین، بعد هاتبر یا هر مسیر دیگه ای که هستش. ما الان اینجا گرفتیم مسیرها رو، الان یاست الان بعد رو ما میریم، الان بعد رو زدیم که بیش داره حرکت میکنه تا مسیر بعد بیافته. بعد هم فرکانس 12302 این فرکانس جدیده هستش که گرفتنش خیلی راحته روی گردون، هیچ مشکلی هم نداره. امیدوارم که از این برنامه آموزشی لذت برده باشین، با ما دنیا ماهواره همراه باشید.